خدمت برنامه احترامانه از آقای منصور احمدی رئیس کاروان 14 دعوت میکنیم تا چند لحظه وارد سخن شده و بر زیبایی مسئله امشبمان بیافزایند. آقای منصور. با عرض سلام و درود نثار تک تک شما عزیزان. امیدوار هستم لباس عافیت بر تن داشته باشین و زندگیتون پر از موفقیت بوده باشد. با از معذرت بیشتر یک مشکل تکنیکی پیش شد، قطع شد. جا داره که موفقیت خواهرای عزیزمان را، بانوهای شجاع را تبریک بگویم و واقعا در چنین شرایط وقتی که ما شاهد چنین فعالیت ها و چنین دستاوردی از جوانان سرزمین ما میشیم واقعا افتخار میکنیم و این فعالیت ها، این کارها کار ساده نیست. شما میفهمین که امروز ما و شما در بدترین شرایط جامعه ما و شما قرار داریم و متاسفانه برای جوانایی که اهل علم هستن، اهل هنر هستن، اهل دانش هستن، چالش های زیادی سر راهشان هست و ناگزیر هستن با مشکلات زیادی مبارزه بکنن و از همه جای تاسف باری است که این چالش ها و این مشکلات بیشتر برای دختر خانم ها ایجاد گردیده و باعث شده که روحیه و انگیزشون از دست بدن. ولی در میان این همه چالش ها ما جوانایی را داریم که تسلیم شدنی نیستن، کسایی را داریم که در هر حالتش میخواین مبارزه بکنن و این کارشان واقعا ستودنی است. در چنین شرایط ایجاد برنامه‌های آموزشی و انگیزشی و اجتماعی میتونه گرچه مشکل ما را حل نمیسازه ولی یک مقدار میتونه کمک بکنه که نسل امروز از داشتهایی که داشتن را فراموش نکنن، حداقل در مسیر اهداف و آرزوهاشان در حرکت بیده باشن. زیاد پر حرفی نمی کنم چون زمان برنامه‌ام کم هست. فقط یک نکته خیلی مهم میخوایم اشاره بکنم، این که هیچ وقت فراموش نکنین که ما امروز در چه شرایطی قرار داریم. تاریخ در گذر هست، تاریخ در نقشه شدن هست و روز بیات خواهیم آورد. این روزهای سختی را که ما و شما داریم تجربه کرده میریم و این کار ما و شما، این تحرکات، این مبارزه های ما و شما میتواند سرنوشت ما و شما را در آینده تغییر بده و روز به ای که در چنین شرایط دشوار تسلیم نشدیم افتخار بکنیم و این کار شما، این کار انجمن و تمام اعضایی که در این انجمن فعالیت کردن واقعا ستودنی است. تا یک سال شاهد برنامه ها و فعالیت های این انجمن بودم و به نتیجه رسیدم که ما و شما نسل جوان امروز نسل تسلیم شدنی نیست، نسل شکست خوردنی نیست. به هر قیمتی که باشه انشالله به مسیر و اهداف و آرزوهاشون ادامه میدن و امیدوار به این هستم که این گروه از جوان‌ها که تازه 1 سالشون شد در راستای توانمندسازی کار میکنن مسیرشون ادامه بدن. مسیری که شما پیش رو گرفتین پر از چالش، پر از خم و پیچ هست ولی دستاوردش هم فراتر از چیزی است که شما تصور بکنید. ممکن حال قدر همچون فعالیت ها و همچون برنامه را کسی ندانه ولی مطمئن هستم روز ارزشش خواهند دانست و میفهمند که چقدر این جوانات تانستن در جامعه ما و شما مفید واقع شدن. انشالله که شاهد فعالیت ها و دستاورد ها و برنامه بیشتر از شما بوده باشیم و شاهد روزی باشیم که جشن چندین ساله تان را تجلیل بکنیم و ما هم به عنوان یک میهمان، به عنوان یک شاهد سهم داشته باشیم و با وجود شما افتخار بکنیم. همیشه موفق و کامگار و سربلند باشین، خوش آرام باشین. شبتان خوش.